سلام، من پارسا هستم و امروز میخوام در مورد دبیرستان سوئد حرف بزنم. آخرین سال دبیرستان میرم و مهندسی میخونم. خیلی ریاضی فیزیک میخونم و اگه راستش رو بگم خیلی سخته. ولی به زودی درسام تموم میشن. خدا رو شکر. باشه. زیادی زر زدم. نقطه اول، تو دبیرستان همه قاطی پاتی هستن. اول اینکه آدما از هر کشوری میان. چینی هست، سوئدی هست، هندی هست، آفریقایی هست، ایرانی هست. دوم اینکه خیلی آدما با تیپ و سلیقه مختلف میان مدرسه. بعضیاشون موی آبی دارن، موی بنفش، موی زرد، لباسای مثلا نیروانا تنشونه، گوشواره ژولی پولی دارن. خودم با لباسای عادی و خیلی راحت میرم مدرسه و هیچکی با من کار نداره. همین بهتر. اونام که هست که مثل مدل خودشون رو تیپ میکنن، لباسای گرون میپوشن با جنس خیلی خوب و بعضی وقتا دهنم میمونه قشنگن. من دیگه حوصله ندارم خودم رو قشنگ کنم و لباسای باحال بپوشم. وقتی که دبیرستان هستم میخوام خودم رو راحت احساس کنم و بعداً زود بدوم خونه و غذا بخورم. تو دبیرستان من میتونی تقریبا با هر لباسی که میخوای بری. دیدم که بعضیاشون خودشون رو مثل حیوان درست میکنن. بعضی وقتا تعجب میکنی، میگی این چی پوشیده؟ یکم قضاوت میکنم ولی نمیرم جلو، میگم چرا مثل خرس خودتو درست کردی؟ اگه یارو میخواد خودشو مثل خرس درست کنه و خوشحال هست، به من چه؟ معلمام که تیپشون خیلی خوبه و بعضی وقتا یکم خجالت میکشم وقتی که لباسامو با اونا مقایسه میکنم. باشه، اومدیم نقطه دوم، غذا. تو دبیرستان یه چیزی داریم که اسمش ماتکورته. میتونی تقریبا هر جایی که دلت میخوای غذا بخوری. شاید همه جا نه ولی خیلی جا میتونیم بریم. مثلا میتونی بری برگر کینگ، سابوی، میتونی بری پیتزا بخوری، غذای هندی، چینی، ایتالیایی، غذای سوئدی هم هست. من که عاشق غذا هستم و برای من ماتکورت بهشته. متاسفانه بعضی جاها بهت خیلی غذا کم میدم و سیر نمیشی، ولی من اون جا رو هیچ وقت نمیرم چون که اگه میخوام غذا بخورم باید سیر شم دیگه. با ماتکورت میتونی بری مغازه و چیز میز بخری. اگه سبزیجات لازم داری برای خونه میتونی با این بخری. اینم که خیلی خوبه چون که همه چی تو این دنیا گرون شده. متاسفانه نمیتونی پولا رو تو جیبای خودت برداری یا پول جمع کنی. باید همون روز پولا استفاده شن. اگه استفاده نشن میرن جیب مدرسه. برای همین نمیتونی مثلا خیلی پول جمع کنی و بری 10 تا پیتزا بخری. نمیشه. اما اگه مثلا هم کلاسیت بره سفر یا مریض باشه، میتونی از هم کلاسیت سوال کنی، بگی اگه اوکیه که کارت رو برداری. اون وقت میتونی کارت خودت رو استفاده کنی و هم کلاسی. متاسفانه این اتفاق برای من هیچ وقت نمیفته و من معده 2 تا دارم تو بدنم. هم غذای خیلی خوشمزه میتونی بخوری و چند تا کیلو میری بالا. توی رستورانا فقط میتونی چند تا غذا انتخاب کنی و خیلی رستورانا غذاشون رو ارزون میکنم که ما هم بتونیم بخریم، ولی همه دبیرستانا اینطوری نیستن. تو بیشتر دبیرستانا میری جایی به اسم ماتسال. اونجا بهت غذا مجانی میدن و غذای خیلی ساده. هم بوفه غذا داری، سالاد و ساندویچ. و کلاً غذای خیلی سالم میدن. وقتی که غذا تو تموم کردی میری ظرفاتو به اونا که پشت آشپزخونه کار میکنن میدی. باشه، یکم زیادی در مورد غذا حرف زدم. نقطه سوم، تو دبیرستان بعضی معلما مثل دوستت میمونن و خیلی معلما باحالن. میتونی با بعضی معلما مثل دوست رفت آمد کنی. بعضیاشون میتونی در مورد هر چی حرف بزنی که به دبیرستان هیچ رفت نداره، ولی هنوزم چجوری بگم پروفشنال هستم. میدونم که بعضی معلما انقدر تلخن و بیمزن که نمیخوای هیچی یاد بگیری ازشون. معلمای من خیلی شوخ هستم و میخوام با
همه و دانشجوها رابطه خوب داشته باشن. اینطوری ما میدونیم که معلمان آدم هستن و اونام زندگی دارن. تو مدرسه من یه گروه داریم که همه توی مدرسه اون تو هستن و توی اون گروه بعضی وقتا وقتی که جمعه هست با دانشجوها مثلا روی کامپیوتر بازی میکنن که خیلی عادیه، چون که ما همدیگه رو مثل دوست میبینیم. ولی من حوصله ندارم برای این چیزا، چون که من فقط تو تیک تاکم و ویدیوهای خیلی مسخره نگاه میکنم. اومدیم به نقطه آخر. میتونی با کلاست بری سفر. آره، سفر. چند تا دوست دارن که چند بار رفتم پولند و اسپانیا. اونجا میرن خونه دانشجوهای مثلا پولند، میرن میخوابن و زندگی میکنن. اونجا میرن دبیرستانشون و دوست میگیرن، اتوبوس سوار میشن، میرن جای مختلف، جاهای باصفا و کیف میکنن دیگه. هفته دیگه با کلاسم میریم اسکی میکنیم. اگه راستش بگم هیچ وقت نرفتم اسکی کردم و خیلی خوشحالم. میریم یه جایی به اسم هوفیلت. 4.5 ساعت طول میکشه از شهر من تا اونجا و اون جای نزدیک نروژ هست. نمیدونم، شاید یکم فیلم از اونجا بگیرم. اگه شما میخواید ببینین لطفاً کامنت کنین. باشه همگی، مرسی برای اینکه این ویدیو رو نگاه کردین و تا دفعه دیگه خدافظ. میتونی کارت خودت استفاده کنین و باشه همگی، مرسی اینکه برای این ویدیو رو باشه همگی، مرسی برای اینکه این ویدیو رو نگاه کردین و تا دفعه دیگه خدافظ.